داستان فیلم امروز درباره زن پزشکیه که هر روز بیمارای خودش رو به خونه مجردیش میبره و باهاشون رابطه برقرار میکنه. سلام، به ویپلش مووی خوش اومدید. فیلم امروز یه فیلم عاشقانه و درام محصول سال 2010 به اسم جنبش براونی اند موومنت. بریم سراغ داستان فیلم با زنی به اسم شارلوت شروع میشه که به دنبال پیدا کردن یه خونه است. اون یه آپارتمان بزرگ و قشنگ رو پیدا میکنه. شارلوت از آپارتمان خوشش میاد و اونجا رو اجاره میکنه. اسم پسر اون بنجامینه. بعدش اون به دنبال پسرش که مدرسه است میره. صبح روز بعد شوهر شارلوت به اسم مکس رو میبینیم. رابطه اونا خیلی خوبه. شارلوت به سر کارش میره و اونجاست که میفهمیم که شارلوت دکتره. شارلوت میره که به بیمارهاش سر بزنه. اونجا یه مرد به شدت پشمالو رو میبینه. پرستار رو رد میکنه بره پی کارش. با اون مرد پشمالو صمیمی میشه و اونو به خونش دعوت میکنه و با هم دیگه رابطه جنسی برقرار میکنن. روز بعد هم دوباره این اتفاق میفته. یه بیمار دیگر رو میبینه. اونو به آپارتمانی که به همین منظور اجاره کرده بود دعوت میکنه و باهاش رابطه برقرار میکنه. این کار دیگه برای شارلوت به عادت تبدیل شده و هر روز یکی از بیماراشو با اون خونه میبره و باهاش رابطه برقرار میکنه. شارلوت همچنین زندگی شخصی خودش هم نگه داشته و با شوهرش هم صمیمیه. با هم دیگه میرن بیرون پیاده روی و ساحل و به خوبی این دو زندگی که برای خودش ساخته رو مدیریت میکنه و نمیذاره کسی بفهمه. توی سکانس بعد شارلوت با یک مرد به شدت مسن که به زور میتونه حتی خودش هم تکون بده رابطه برقرار میکنه و یادش میره که برای پسرش جلسه اولیا داره و باید بره اونجا. خودشو میرسونه به مدرسه اما دیر میکنه. شوهرش مکس ازش میپرسه که آیا اتفاق خاصی افتاده؟ اونم میگه نه، مشکلی نیست. روز بعد شارلوت میره سر کار شوهرش مکس مهندس ساختمونه. میگه که تو زود اومدی، هنوز کار من تموم نشده. شارلوت هم میگه پس من میرم و یه قدمی تو ساختمون بزنم. شارلوت وقتی که داره تو ساختمون قدم میزنه یهو یه کارگری میبینه. اونو میشناسه، همون مرد کچلیه که باهاش چند روز پیش رابطه جنسی برقرار کرده بود. شارلوت خیلی میترسه و وحشت زده شده. جیغ میزنه. اون مرد کارگر سعی میکنه اونو آروم کنه، اما شارلوت با مشت میزنه توی صورت اون و کارگره رو پخش زمین میکنه. همین که دوباره بلند میشه شارلوت یه مشت دیگه هم بهش میزنه، اما بلش قش میکنه و در سکانس بعد اونو بیهوش روی تخت بیمارستان میبینیم که مکس شوهرش هم کنارش نشسته. شارلوت به هوش میاد و چند روزی همینجوری میگذره. مکس هم متوجه شده بود که شارلوت با بیماراش رابطه برقرار میکنه و برای رفع کردن این مسئله میرن پیش روانپزشک. وقتی پیش روانپزشک میرن شارلوت میگه که مکس اصلا به من اعتماد نداره. دکتر ازش میپرسه داره چجور آدمیه؟ شارلوت میگه که مکس شوهر خیلی خوبیه. اون خوشتیپ، جذابه، خوش اخلاقه و همچنین از زندگیمون به خوبی مراقبت میکنه. روانپزشک بهش میگه که حالا که شوهرت انقدر خوبه چه تفاوتی با اون بیماری که باشون رابطه برقرار کردی داشته که ترجیح دادی با اونا باشی؟ میگه که هیچی، اونا هیچ نقطه مشترکی ندارن. من عاشق شوهرم هستم و رابطه با اون بیمارا فقط برام یه حس متفاوت بوده. مکس ازش میپرسه اون اتاق کی اجاره کردی؟ یعنی تو هر روز داری با بیمارات رابطه برقرار میکنی؟ شارلوت هم خفه خون میگیره و هیچ چیزی نمیگه چون این حقیقت داره. بعد شارلوت از ساختمون میاد بیرون و شروع میکنه به خندیدن. اونجاست که متوجه میشیم که شارلوت بیماری روانی داره. تو دادگاه پزشکی هم میبینیم وقتی که اونو بازجویی میکنن شارلوت بدون هیچ احساس پشیمونی سر حرفش هست. رأی دادگاه به اینه که اون باید توانه پزشکیش باطل بشه چون اون مشکل روانی داره و مجوز پزشکیش کاملا لغو میشه و شارلوت بیکار میشه. اما مکس اونو رها نمیکنه و قبول میکنه که شارلوت بیماری روانی داشته و بهش یه فرصت دیگه برای زندگی میده. توی سکانس بعد میبینیم که 2 سال از اون قضیه گذشته و مکس و شارلوت برای تغییر زندگیشون به هند رفتن و یه جفت دوقلو هم به دنیا آوردن. رابطه اونا به نظر خیلی خوب میاد. یه روز شارلوت میاد سر ساختمونی که مکس داره روش کار میکنه و داره با کارگرا صحبت میکنه. مکس اونو میبینه و بهش مشکوک میشه. میفهمه که اون با یکی از کارگرا دوباره داستان کرده اما به روی خودش نمیاره. شارلوت هیچ کاری برای انجام دادن نداره. پس میره سر اون ساختمون دوباره که کاملا تکمیل شده. از نگهبان اجازه میگیره و میره روی پشت بوم ساختمون. تو همون حین مکس به خونه میاد و میبینه که شارلوت نیستش. از خدمتکار میپرسه که آیا اون هر روز میزنه بیرون و اون میگه آره اون هر روز بیرونه و بعد از اون مکس بیشتر از همیشه به شارلوت مشکوک میشه و شب وقتی که دارن با هم دیگه رابطه فیزیکی برقرار میکنن شارلوت چشماشو میبنده و انگار که داره به چیز دیگه ای فکر میکنه. مکس اون رابطه رو قطع میکنه و بعد شارلوت به مکس قول میده که دیگه وفادار بمونه و هیچ کار اضافه‌ای نکنه. اما از مشکوک بودن مکس چیزی کم نشده. روز بعد مکس تمام روز شارلوت رو تعقیب میکنه. شارلوت دوباره میره رو اون سقف ساختمون. این بار مکس هم به دنبالش میره و میبینه که اون تنها برای
کنار خودش یه گوشه نشسته. بعد از اون اونا به خونه میرن و با بچه‌هاشون بازی میکنن و انگار که رابطه اونا دیگه خوب شده. تو سکانس بعدم اونا میبینیم که اونا توی ماشینن و انگار که دارن به یه سفر میرن و از لحاظ ظاهری رابطه به شدت خوبی با هم دیگه دارن. اما هر دوتا اونا میدونن که مکس دیگه نمیتونه مثل قدیم به شارلوت اعتماد کنه و فیلم تموم میشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب کنید و همچنین ویدیوهای دیگه همون هم هست که میتونید برید و تماشا کنید. ممنون از نگاهتون. خدا نگهدار.